الله در قرآن میگه ذکر که میکنین لا اله الا الله، افضل ذکر رسول الله میگه لا اله الا الله. یا چی میگن؟ لا اله الا الله الا هو الا هو با هو. لا اله الا الله تنها هو شد، حالا خود تغییر دادی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، دیگه سخن گرفتن، او چیزی گفته شد او را تغییر داد. یعنی چی میشه؟ یه عذاب داره. این ذکر نیست. الله میگه وقتی که ذکر میکنین الا بذکر الله تطمئن القلوب، این دیوانگی میکنه. نه تو خستک میزنه، ایسو خیزده، اوسو خیزده، ایسو ملاق دیزو، چی گپ شد؟ جذب شدیم ما. جذب میگه، خب جذبات است. دروغ میگن. اگر جذب میشه یک پیر بیا که مریدش در 14 منزله وزارت مخابرات بالاش میکنیم، پایش کشال میمانیم، میگه میجا جذب شدی، خطا خوردی، خوب بسیار خوب بگی دیگه. امام شعبی هم میتون میگه این دو وقت همی بعد صوفیا پیدا شد، میگه هر کی جذب میشه در کو بالایش کو، در یک نوک اکسنگ و نموجا بخوانه ذکر کنه، اگر جذب شد خطا خورد صحیح است. او جذب خویش که نمیفهمینی، ولی اونجا میفهمه که زیر خطر است، جذب نمیشه. خب سر توشک و فرش مسجد جذب میشه، اوسو خیزده، ایسو خیزده. الله میگه رقص نکنین، ادعوا ربکم تضرعا و خفیا، با استا الله را یاد کنین، ذکر کنین. این رقص میکنه و موسیقی مینوازه و چیق دلاس بیکر چیق میزنه، لا اله الا الله الا الله الا الله الا. یک دفعه شد در لاس-بیکر 20 نفری شروع میکنه. چی میکنی؟ ذکر میکنه. و ذکر نیست، بسیار خطرناک است. خب کلمات شرعی را تغییر دادن، طریقه عبادت را تغییر دادن، خطرناک. سر اینا عذاب آسمانی آمده. سر اینا عذاب آسمانی آمده. پس تکبر سعی کنین. اینا چی کردن؟ عملی که الله برات میگه، خب این بدعت میست. بدعت اینجا تقبیح کرده کلگی. الله گفت این قوله بگوین، اونا حبتن گفتن. رسول الله هم بعد از فرض میگه بگوین اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا چی میگن؟ اللهم انت السلام و منک السلام و الیک ارجو السلام فعین ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام. این تو گفته میره، از پیش خود زیاد کرده میره. این بدعت میشه خطرناک است. کل بدعت ضلاله. یا برش میگی که در نماز الحمدلله را بخوان، او یک چیز دیگر هم میخوانه، نمیخوانه الحمدلله. یا میگی یک رکوع بکو دیگه، میگی به اطمینان بخوان، آهسته بخوان، یا الحمدلله الله اکبر، سیده میره در سجده سبحان سبحان، میگه وقت بی بالا شد. به طریقه خود میخوانه. خلاصه عید دو دانه عید است، عید قربان، عید رمضان. این میگه نوروز هم است، یلدا هم است، براتی هم است، چقدر عیدای دیگه، روز زنا، روز اطفال، روز دیقان، روز معلم، روز فلان، روز فلان. اینقدر جشن‌ها جور کردن. نه